و برادر سوال نمودند که آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نماز دعا می نمودند؟ البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در درون نماز، در رکوع و در سجود، به نهایت در سجده زیاد و در تشهد اخیر بعد از صلوات رسول بر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از سلام دادن در همه این حالت دعا میکردن. وقتی که رکوع میکردن سبحان الملك القدوس میگفتند، وقتی که سمع الله لمن حمده میگفتند سبحان الملك القدوس میگفتند، چلی که حدیث عایشه رضی الله عنها به این دلالت میکند. وقتی که سجده میکردند ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الاسلام یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك الاسلام. و وقتی که غیر از این دعاهای زیاد و وقتی که اللهم صل علی و بارک الله را خوانده میشدند، پیش از سلام دادن دعا میکردند و میگفتند اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحيا ومن شر فتنة المسيح الدجال. ای الله، من به تو پناه میبرم از عذاب قبر و از عذاب جهنم و از فتنه مسیح الدجال و از فتنه مرگ و غیر از این دعاهای دیگر. و وقتی که سلام میدادند بعد از این استغفر الله استغفر الله استغفر الله میگفتند و در بعضی روایت ها الله اکبر هم اومده است. و بعد از این دعا میکردند اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا فضل الجد منك الجد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك و غیر ذلك. دعای رسول اکرم صلی الله علیه و زیاد بود، پس باید کوشش کرد، تعلیم گرفت. و در این مسئله البته کتاب ها وجود دارد، کتاب حسن المسلم، کتاب اذکار، کتاب اذکارهای صحیح که با سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و ثابت شده است. کتاب ها نوشته شده است و به زبان روسی و تاجیکی وجود دارد. انسان باید خودش کمی کوشش بکند، حرکت بکند و پایبند سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد که خوشبختی و نجات در همین است. بارک الله.